دلنوزه با تولد پنجگانه دو پسر و سه دختر در روزگار دموگرافی کشور مقام خاصه خود را پیدا کرد. یکی 5 تا میوه‌دار شدم، 2 تاش پسر، 3 تاش دختر. با تبریک این عائله خوش‌طالع مسئولین از مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت خرطوم با دستاویز خاصه آمده از ایشان حال و احوال پرسیده با روزگار و شرایط زندگیشان مراق ظاهر کردند و در یک مورد با آنها هم کمک مادی رسانیده شد و یک مقدار دیگر مبلغ هم تحفه گردید. با قول تورید پنجگانی‌ها در تاجیکستان موضوعی است که بار نخست به قید گرفته می شود و در ادامه اقدامات احسانکاری زیباترین طربخانه ناحیه شهر توس این نوبت مالامال باشندگان مکتب اینترنت‌های ناحیه قبادیان و شهر توس بودند که در مجموع 118 نفر را در بر می‌گرفت. رئیس ولایت از نام پرزیدنت مملکت اطفال با کمک و دستگیری نیاز داشته را تبریک و تهنیت گفته ابراز نمود که هیچگاه این قسمت به سرپناه در چهارسوی زندگی مستر نخواهند ماند، چون که سیاست اجتماعی حکومت جمهوری بخصوص رهبر رعیت پروری آن از روزهای نخستین فعالیت نسبت این قشر جامعه مخصوص بود و برایشان تمام امکانات در جاده تعلیم و تدریس و فراهم آوردن شرایط زیر توجه قرار دارد. در تالار تمام تربیت گیرندگان مکتب اینترنت ناحیه جمع آورده شدند. امروز در سرخانه ایدانه آراستند و به آنها لباس‌های گرم زمستانه، پایافزال‌های گرم آورده به آنها تقدیم نمودند که این باعث خرسندی تمام یتیمان و بی‌پرستاران مکتب اینترنت ما گشته است. سر و لباس، پایافزال، تلویزیون، کامپیوتر، یک مقدار انگشت و دیگر لوازمات ضروری که تحفه پرزیدنت مملکت بود بچه‌ها را خیلی خرسند و ممنون گردانید. ما هیچگاه راه افتاده نیستیم. ما هیچگاه خود را یتیم حس نمی‌کنیم، چون که پدر ما راهبر دولت میباشد. شرایط مساعد و دسترس در مکتب اینترنت برای باشندگانش تمام امکانیت‌ها را فراهم آورده است. اگر برخی امروز آینده خود را در انتخاب کسب می‌بیند و پای آن دانش و سوادش را مکمل می‌گرداند، پس دیگری امید آن را دارد که آینده با دستاوردهای بلند ورزشی دولت و ملت خویش را معرفگر باشد. من این سال با مسابقه ناحیه‌ای از روی مشتزنی اشتراک نموده و جای نمایان را اشغال کردم. بچه‌ها با یک شوق تام در سر خانه ضیافت گمان می‌رفت که خوشبخت‌ترین نسل دور بودند و شکرگزاری از آن می‌کردند که چنین دولت و چنین رهبر دارند. محمد شریف تیمور، منوشهر جمعه خان، ولایت ختلان، جهان ما.